پیش اومدن این پیغمبر میگه این مردم انسانیت بود یک ضلالت گمراهی آشکار بود. فارسا آتش پرست بودن، هندوها انسان پرست، حیوان پرست، ستاره پرست، گوساله پرست، حتی آلت پرست. مردمی عرب بود پرست. اما جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم همه چیه ضلالت و گمراهی و تاریکی از جامعه دور کرد. الحمدلله ما و شما خدا پرستیم، مسجد میریم. مولوی جون میگه به شکر نعمتی سلطان دین کوش رهی بتخانه را کردی. انمی شکرانه جناب پیامبر را به جا بیارد. میگه امروز کجا میره؟ مسجد. امروز کی را سجده می‌کنی؟ الله رب العالمین. نه بت، نه انسان، نه حیوان، نه آتش. موحدی، خدا پرستی، خدا شناسی. برای در برابر همین قدر مهربانی و نیکوکاری با جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم. یکمش محبت خدا، محبت جناب پیامبر باید ای همه محبت ها در دل ها زیادتر باشه. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در یاد میگه قسم به همون ذاتی که اختیار جانم در یاد قدرتش است، ایمان کامل نداره یک کدام از شمایان، حتی اینکه من از جانش پدر و مادرش از تمام هستی زیادتر دوست ندارم. یعنی ما اگر از جانم، زن فرزندم، پدر و مادرم تمام هستی زیادتر پیغمبر رو دوست نداره، ایمان کامل نیست، ایمان ضعیف است. ایمان ضعیف مثل حجت قلبکه به کار نمیآید. برای همین جناب پیامبر یکم گفتن چی؟ محبت خدا و پیغمبر. اگر ای همه محبت ها در دل زیاد باشه، در شما حلاوت ایمان پیدا میشه. دیگه در نماز هم راحت اختحس می‌کنی. و بعضی انسان‌ها در مسجد میدونن اگر قاری اون قرائت زیادتر و درست‌تر تلاوت کنه کو همه ناراحت میشه. اینقدر زیاد خونده، اینقدر سجده زیاد ایستاده، 8 ساعت 10 ساعت میره در کار دنیا کار میکنه، خسته نمیشه. نه که در سجده، در رکوع، در قیام عبادت ذکر ناراحت میشه. و تعبیر مولوی جون میگه به نزد هر طعام پهلوانی و وقتی بندگی رنگی زنانی. روی صحرا و عزمی بیل دسته و مسجد می شود پایت شکسته. کشی چون گاو هر دنبار دنیا شوی در طاعت مولا کسل ها سست میشه. یکمش محبت خدا و پیامبر. دیم جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که و ان یحب المرء لا یحبه الا لله. دیگه چیزی که ما را حلاوت میبخشه محبت مو دوستی مو با یک رفیق دوست و برادرم فقط و فقط به خاطر الله باشه. نه به خاطر شهرت، نه به خاطر نامداری، نه به خاطر همکاری، نه به خاطر یگان فایده و منفعت دیگه. از امروز دوستی ها بسیار در جمعیت به خاطر چه؟ خاطر حضرت ایشون دوستی منو برای چی؟ برای ایشون مردم میشناسن. ایروی منم شهرت پیدا. خاطر ایشون قاری تلاوت من زمزمه ایروی منم بشناسن. خاطر یکم این دارنده این فایده کنم. خاطر دیگرش برای چی؟ برای یک چیزی خاص به خاطر خدا کمیده. امروز ما بسیاری دوستا رو می‌بینیم و کجون آخر جدا میشن. برای چی؟ برای محبت واقعی و حقیقی نیست. به خاطر هست. هر انسانی که محبت و دوستیش به خاطر الله باشه، جناب پیامبر گفتن در این شخصیت هم حلاوت ایمان پیدا میشه. ای عبادت، ذکر، تلاوت، تمام عملهای خوبش حلاوت احساس میکنه. امروز متاسفانه جناب پیامبر صلی الله علیه و در حدیث میگه که اگر دو انسانی که به خاطر من جناب پیامبر گفتن دو انسانی که به خاطر خدا هم دیگر را دوست بدارن، اگر یک ای مشرق باشه و دیگرش ای مغرب، پروردگار در روز قیامت هر دو را جمع میکنه داخل جنت. ایروی انای محبت شو، ایروی انای محبت شو. حتی رب العالمین گفته که وجبت محبتی للمتحابین فیه. پس من دوستداری خودم برای دو نفری که به خاطر من همدیگر رو دوست می‌دارن، دوستداری من برای اونها واجب میدونم، ضرور میدونم، لازم میدونم که دوستشو بدارم. در صحیح مسلم روایت داریم میگه یک نفر یک منطقه ده باید ده دیگری از دوست زیارت رفت، خبرگیری رفت. وقتی در آمدنی اون منطقه میگه یک نفر سر راه شگیری و گفت برادر چی قصد چی نیت داری کجا میروی؟ گفت در همین ده در این محله دوست دارم. گفت اما خبرگیری زیارت اومدم. گفت آیا او دوست در بالایت یگان حق داره قرضی داره؟ مثلا در یگان حق داره در بالایت که اومده؟ گفت نه، گفت فقط و فقط خاص به خاطر خدا زیارت شما. برای شخصیت گفت چه آشکار کرد. گفت ملائکه من پروردگار رایم کس تا یک بگم که الله تعالی دوست می‌داره. به خاطر انمی که این دوست خاص به خاطرش زیارت اومد. الله من روی تو که خبر کنم که الله برای ایروی ان محبتت الله دوست می‌داره. ببین ایروی چی؟ ایروی محبت خاص به خاطر پروردگار بنده دوست. دیمش سیمش جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که هر انسانی که بازگشت به سوی کفر بد ببینه چی نوعیتی در آتش سوختن بد می‌بینه. یعنی اگر ما کفر، شرک، نفاق، فسق، گناه و معصیت بدی را
چی نوعی که در آتش سوختن بعد میبینیم انا خیلی بعد میبینیم بعد در ما حلاوت ایمان پیدا میشه. متاسفانه اون مسلمان زاده رو میبینید گناه هم میبینه دیلش گم میزنه. گناه تعریف شده که بچه های یاش میرن شب تا سحر از اینا میگن بود پیش دوستاش میگه دختری زور بوده کیف کرده میشه. گناه ای خدا نمیترسه. جناب پیامبر سلام حدیثی که میگه رب العالمین در حدیث قدسی میگه که یکی ای بدبختی بنده های من همینه که گناهی که گناه میکنم من سترشون میکنم ستر کرده من بود بین مردم آشکار مینخش و رسم میکنم. همین امروز بسیار اکرد نه تنها اینا شراب نوشی و دیگر رهزنی و دیگر بگیم قمار بازی و دیگر بدی هایی که امروز جواب انجام میده. جناب پیامبر سلام میگه هر انسانی که کفر، شرک، نفاق، فسق، گناه و معصیت چی نوعی در آتش سوختن بعد میبینم که بعد ببینم در اون حلاوت ایمان پیدا میشه. ببینیم ما یک سیگار کجا بعد از مون نمیخوام برای چی میگم میسوزونم چی نوعی که انم سوزوندن بعد میبینیم باید گناه و معصیت هم بعد ان شاء الله اگر ای باشه در شما حلاوت ایمان پیدا میشه. او ذات دوست میداره چطور دوستش نمیداری؟ در قرآن میگه الله ولی الذین آمنوا. الله رب العالمین دوست دارنده بنده های مؤمن شه. بجای ما بگیم که الله ما تو را دوست میداره خلق مکرده صاحب مونی اینقدر نیکی و خوبی در حق بخشیده اما با رب العالمین قابلی کرده پیشگیری کرده میگه من شما را دوست میدارم و برابر همین قدر نعمت در حق بخشیده باید دوستش داره. یک محبتی الله دیمش محبتی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم. برای چی محبت؟ ما هر چیزی داریم ای روی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم. این عزت، فضیلت، شرافت، کرامت، مهر و محبت و فیض و برکت در زندگی هر خوبی در اختیار داریم که از روی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم. الله بزرگوار با بعثت رسالت جناب پیامبر ما را منت می‌نماید. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. پروردگار میگم با مؤمنان منت میکنم که از نفس خود ای جنس خود براش پیغمبر فرستاد. یتلو علیهم آیات. این پیغمبر آیاتای من برای او تلاوت میکنه و یزکیهم پاکیزش میکنه ای شرک، کفر، نفاق، فسق، گمراهی پاکیزش میکنه و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این پیغمبر تعلیم قرآن و سنت میکنه مؤمن ها را و این کانوا من قبل لفی ضلال.